حمله مرگ طلبانه در یکی از مسجدهای شیعیان افغانستان ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت و مسجد را ویران و ولنگار کرد. بعد از چند تا فیرک 2 تا 3 تا نارنجک انداختن. بعد از نارنجک 2 تا نارنجک بالا جا خانم‌ها انداختن، چند تا خانم زخمی شدن. در حمله انتحاری شام 1 آگوست در مسجد شیعیان در شهر هرات حداقل 29 نفر کشته و 64 تن دیگر مجروح شدند. به گفته مقامات محلی شخص حمله کننده بعد از تیراندازی به سوی نمازگزاران خود را در این مسجد ترک کند. بعد از اینکه مرمیای نخلا شد باز 100 تا 4 تا نارنجک انداختن. بعد از هم یک انفجار مویی از آخر شد که من نفهمیدم که انتحاری بود یا به همه چیزی. برخی از نمایندگان هرات در پارلمان افغانستان با هولناک توصیف کردن این حادثه شماره افرادی را که در این مسجد حضور داشتند 300 نفر گفتند. هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر دوش نگرفته است. در 1 سال گذشته بارها اقلیت شیعی افغانستان از سوی گروه‌های تندرو از جمله گروه دولت اسلامی مورد تهدید و حمله قرار گرفتند.